أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمدلله که ما و شما از کتاب تعلیم زبان عربی 28 درس گرفتیم و حالا باشد بنده میخواهم درس 29 را برای شما برادران و خواهران و دوستداران آموزش زبان عربی تقدیم و پیشنهاد بگردانم. صاحب کتاب میگوید الدرس التاسع والعشرون، یعنی درس 29. درس 29 به مثل درس های گذشته کلمه های نو برای حفظ کردن دارد که این کلمه ها باید اولا حفظ کرده شود، که این کلمه ها عبارت است اولا از یک جدول از فعل امر یا فعلی که آخرش مجزوم می شود، چی با امر باشد چی بالای ناهیه. یک جدول برای ما و شما تقدیم می کند، می گوید که اقرأ. اقرأ یعنی بخوان. اقرأ فعل امر هست، بخوان تو یک مرد. برای مفرد مذکر هست. فعل ماضیش در گذشته خوانده بودیم که قرأ یقرأ اقرأ، از باب سیوم صرفی بود، از باب سیوم ثلاثی مجرد، از باب منع یمنع هست که باب منع یمنع برای خود شرط داشت که یکی از حرفای عین باب یا لام باب از حرفای حلق باشد. پس اینجا همون شرط وجود دارد که اقرأ عین لام باب حرف حلق است، یعنی حرف همزه. پس اقرأ بخوان تو یک مرد، این برای مفرد مذکر هست. بعد از این میگوید اقرأو بخوانید شما مردها. این واو رو ما و شما دیگر میشناسیم که نام این واو واو ضمیر جمع مذکر هست، یعنی اقرأو بخوانید شما مردها. این الفی که بعد از واو هست، این الف الفی فارقه است، به خاطر آنه که بشناسیم این واو واو جماعت ضمیر جمع مذکر هست. پس اقرأو بخوانید شما مردها، این فعل امر برای جمع مذکر هست. بعد از این میگوید اقرئی. اقرئی یعنی بخوان تو یک زن، این برای مفرد مؤنث است. اقرئی از کجا دانستیم برای مفرد مؤنث است؟ از اینه که در آخرش یای مؤنثه هست. این یا نامش یای مؤنثه است یا یای مخاطبه مؤنث که این در فعل مضارع مخاطب می درآید، همچنین در فعل امر می درآید، در فعل امر مفرد مؤنث. اقرئی یعنی بخوان تو زن، یک زن. وقتی جمع باشد میگیم اقرأنا. اقرأنا یعنی بخوانید شما زنها. اقرأنا معنایش که بخوانید شما زنها، این برای جمع مؤنث است. این نونه که در آخرش میبینید اقرأنا، این نون نون ضمیر جمع مؤنث است. این را میگوید نون نسوه. نام این نون نون نسوه است. اقرأنا یعنی بخوانید شما زنها. شما زنها را از همین نون ما و شما گرفتیم و این نون به مثل این واو هست، یعنی این واو چطوری گفتیم که ضمیر جمع مذکر هست، این نون باشد ضمیر جمع مؤنث هست. هر دویشان ضمیر هستند و هر دویشان اسم هستند. بعد از این میگوید لا تقرأ. این لایی که در اولش میبینید ما در زبان عربی چند نمود لا داریم. لای نافیه داریم، لای ناهیه داریم.
لای نافیه للجنس داریم. چند نمود لا در زبان عربی وجود دارد. همچنین لای زائده میگویند، لای زائده داریم، یا در قرآن باشد لای سیلهش میگویند. پس لا در زبان عربی چند نمود هست. این لایی که حالا در اول این میبینید، این لای نافیه، لای ناهیه است. لای ناهیه است. از کجا دانستیم ناهیه است؟ از اینه که آخر فعل مضارع را جزم کرد. لا تقرأ، لا تقرأ. لای ناهیه آخر فعل مضارع را جزم میکند. پس ترجمهش میشود نخوان تو یک مرد. لا تقرأ، نخوان تو یک مرد. اگر رفت تو این را یک انسان بگوید لا تقرأو، لا تقرأو میشود؟ بله میشود. اما اون لا تقرأو لای ناهیه نمیشود. اون لا را پس میگیم در این صورت لا تقرأو اگر همزه را ضمه بودی پس میشود که نخوان. لا تقرأو نمیخواند. لا تقرأو یعنی نمیخواند. لای نافیه میشود و تقرأو فعل مضارع مرفوع میشود اگر لا تقرأو بخونیش. لیکن در اینجا برای ما لای ناهیه در کار است، یعنی بازداشتن، منع کردن. لا تقرأ یعنی نخوان. ببینید باز داشته ایستاده است، منع کرده ایستاده است. لا تقرأ فعل نهی برای مخاطب هست. این را در کتاب بدان با نام فعلهای جهد خوانده بودیم. پس همین لا تقرأ فعل جهد است برای مفرد مذکر. بعد از این میگه لا تقرأو. لا تقرأو یعنی نخوانید شما مردها. لای نافیه، لای ناهیه. تقرأو فعل مضارع مجزوم بالله و علامت جزمش چی است در اینجا؟ حذف نون. اصلش تقرأو نبود، یه حرف نون داشت. این لا آمد و اون نون رو از بین برد. پس میگیم لا تقرأو، نخونید شما مردها. پس این واوی همون ضمیر جمع مذکری که در اقرأو گفتیم همون واو است و این الف باز همون الفی فارقه است. بعد از این میگه لا تقرئی. لای ناهیه. لا تقرئی نخون تو یک زن. این لا همچنین جزم کرد. چی را جزم کرد؟ فعل مضارعی که در اساس لا تقرئی نبود، یا نون داشت. تقرئی نه، نون داشت، اون نون از بین برد. پس شد لا تقرئی یعنی نخوان تو یک زن. این فعل جهد برای مفرد مؤنث مخاطبه است. بعد از این میگه لا تقرأن، نخوانید شما زنها. نخوانید شما زنها. لای ناهیه است. تقرأن، پس چرا در اینجا این نون از بین نبرد؟ زیرا اینکه گفتیم ما که نونی حرف نیست. این نونی ضمیر است، یعنی جمع مؤنث و مثل واو هست که در اینجا لا تقرأو واو از بین نبرد. در این لا تقرأن همچنین نون از بین نمیبرد. اما در تقرؤون یا نون بود، این لا از بین بردش. تقرئین یا نون داشت، این لا از بین بردش. زیرا اینکه اینها را اسماء امثله خمسه میگویند. در امثله خمسه علامت جزمشون حذف نون بود. اما لا تقرأن این از امثله خمسه نیست. این از فعل مضارع جمع مؤنث است. فعل مضارع مخاطبات جمع مؤنث است. فعل مضارع جمع مؤنث یا غایب مؤنث ما و شما در نحو خوانده بودیم که مبنی هستند به سبب پیوست شدن نون ضمیر جمع. مبنی یعنی آخرش تغییر نمی‌یابد. پس لا آخر اینا یگان تغییر وارد نکرد. پس تقرأ نرا میگیم تقرأ فعل مضارع مجزوم، فعل مضارع مبنی علی السکون فی محل جزم، زیرا که لا جازمه است، آخرش رو جزم میکنه. پس این نون فاعل تقرأ میشود. بعد از این اکنون این جدول با آخر رسید. بعد از این برای ما و شما فعل ها را تقدیم میکند. میگوید که نزل یعنی فرآمد. نزل معنایش که فرآمد و یک مرد. اگر زن رو بگیم میگیم نزلت
فرامد و یک زن. در آخرش تای ساکنه همراه میکنیم. ینزلو، ینزلو یعنی که می فراید. ینزلو معنایش که می فراید. و یک مرد. اگر زن رو بگیم چی میگیم؟ میگیم تنزلو، می فراید و یک زن. فعل امرش چی میشود؟ انزل یعنی بفرا، و مثل اقرأ انزل بفرا. نزول، نزول یعنی فرامدن. نزول معناش فرامدن. این مصدر است. نزولن بخونیمش بهتر و خوبتر هست. پس نزل ینزلو از باب صرفی، از دویم بابی 22 باب صرفی دویم باب بوده است. یعنی از باب ضرب یضربو بوده است. از باب ضرب یضربو دویم باب صرفی. بعد از این میگوید که لبیسه، لبیسه یعنی پوشید، لباس را پوشید. و یک مرد در زمان گذشته. اگر زن رو بگوییم میگیم لبیست یعنی پوشید و یک زن در زمان گذشته. یلبسو می پوشد و یک مرد در زمان آینده. یلبسو می پوشد و یک مرد در زمان آینده. اگر زن رو بگیم چی میگیم؟ میگیم اگر زن رو بگیم میگیم تلبسو یعنی می پوشد و یک زن در زمان آینده. فعل امرش چی میشود؟ البس بپوش. لبسون پوشیدن، لبسون پوشیدن. بهتر است بگیم لبسن، مصدر مفعول مطلق منصوب می شود. لبسن یعنی پوشیدن، این مصدر است. پس لبس یلبسو از باب علم یعلمو هست. از باب چهارمی ثلاث مجرد، از 22 باب صرفی چهارم باب هست. و لبس یلبسو لبسون یا لبسن، باز همین نمود فعل داریم که حرکتاش تغییر میابد. لبس یلبسو است و لبسون هست. لبس یلبسو لبسون، اون به معنای پنهان کردن و آشکار نکردن هست. چطوری که الله در قرآن میگوید که ولا تلبسوا الحق بالباطل، یعنی پنهان نکنید حق را با باطل. اونجا از این باب نیست، از باب لبس یلبسو پوشیدن نیست. اونجا از باب لبس یلبسو است، یعنی از باب دویم است. از باب ضرب یضربو مصدر اون میشود لبسون، لبسون نمیشود، لبسون میشود. اون به معنای پوشانیدن، به معنای پنهان کردن یا به معنای آشکار نکردن هست در اگر لبسه باشد. لیکن این لبیسه است، از باب چهارم. پس این فعل ها را دقت ببینید که اگر بابش تغییر بیابد معناش چقدر تغییر میابد. از این حساب دانستن باب ها برای انسانی که میخواهد زبان عربی را درست بفهمد بسیار شرط و لازم است. پس درسای صرفی و نحوی باید فراموش نشود. بعد از این میگوید فتح. فتح یعنی کشاد. فتح به معنای چی است؟ به معنای کشادن. این کشاد و یک مرد در زمان گذشته. اگر زن رو بگیم میگیم فتحت، کشاد و یک زن در زمان گذشته. یفتحو میکشاید و یک مرد در زمان آینده. فعل اگر زن رو بگویم میگیم تفتحو، میکشاید و یک زن در زمان آینده. و فعل امرش چی میشود؟ فعل امرش افتح. افتح یعنی بکشا. پس فتحون کشادن، این مصدر است. فتحن میشود مصدر یعنی کشادن. پس فتح یفتحو از باب منع یمنعو باب سیوم است. باب سیوم و باب سیوم ثلاثی مجرد ما و شما میدونیم که شرط داشت که باید عینی باب یا لامی باب حرف حلق باشد. پس اینجا بینید فتح فعل لام باب چی است؟ حرف حلق است. پس شرط موافقت میکند، پس میتواند که از باب سیوم باشد. فتح یفتح فتحا، کشاد میکشاید کشادن. بعد از این میگوید
شرح. شرح یعنی شرح داد. شرح داد و یک مرد در زمان گذشته. اگر زن رو بگویند میگویند شرحت، شرح داد و یک زن در زمان گذشته. یشرح شرح میدهد و یک مرد در زمان آینده. اگر زن رو بگویند میگن تشرح، یعنی شرح میدهد و یک زن در زمان آینده. فعل امرش چی میشود؟ فعل امرش میشود اشرح. اشرح یعنی شرح بده. بعد از این مصدر رو میارد میگوید شرحن، یعنی شرح دادن. شرحن به معنای شرح دادن، توضیح دادن، بیان کردن، به همین معناها میشود. پس شرح یشرحو همچنین از باب سیوم است، زیرا اینکه لام باب حرف حلق است، موافقت میکند به شرط باب سیوم. شرح یشرحو، باب سیوم، باب منع یمنع. بعد از این میارد که مسح. مسح یعنی شکید، مسح کردن، شکیدن. مسح یعنی شکید و یک مرد در زمان گذشته. اگر زن رو بگوییم میگه مسحت، یعنی شکید و یک زن در زمان گذشته. یمسح یعنی میشکد و یک مرد در زمان آینده. اگر زن رو بگوییم میگیم تمسح، یعنی میشکد و زن در زمان آینده. فعل امرش چی میشود؟ فعل امرش امسح. امسح یعنی بیشک، برای مفرد مذکر. بعد از این میگد مسحون. مسحون یعنی شکیدن، این مصدر هست. مسحون شکیدن. پس مسح یمسح همچنین از باب سیوم است، زیرا اینکه لام بابش حرف حلق است، موافقت میکند با باب سیوم. باب سیوم چطور گفتیم که شرط داشت که باید عین باب یا لام باب حرف حلق باشد. پس در اینجا همچنین لام باب حرف حلق است، موافق است به شرط باب سیوم ثلاثی مجرد. بعد از این میگوید معنن. معنن یعنی معنا. معنن اصلش چی است؟ معنن یعنی ترجمهش معنا، به طوری که ما شما میگه معنا. معانین. معانین یعنی معناها. در این معانین یک حرف حذف شدگی است. اصلش معانیو، معانیو است. دقت دادید؟ معانیو. این معانیو ممنوع من الصرف است. از این حساب نمیگیم که معانیون. معانی تنوین رو قبول نمی کند، ممنوع من الصرف است. معانیو یا دارد، یا را به سببی ثقیل بودن، وزمین بودن حرکتش را گرفتیم شد معانی، حرف یای ساکن دار. معانی یای ساکن دار. پس یا را حذف کردیم، در جای یا یک تنوین آوردیم، معانین، یعنی که در نون یا حرکت دیگر زیاد کردیم شد معانین. این تنوینی که در معانین میبینید، این تنوین عوض عن الحرف است، یعنی حرف یا را حذف کردیم، در جاش این تنوین آمدگی است. اصل معانی بود، نون یک کسره داشت، یک کسره دیگر زیادش کردیم، نام این تنوین عوض عن الحرف است. پس اگر الف لام بیاریم یا بر میگردد، میگیم المعانی، یا بر میگردد. یا در حالت نصب یا بر میگردد، میگیم معانیه. فقط در حالت رفع، در حالت جر یا حذف میشود. خب بعد از این میگوید که آخرو. آخرو یعنی دیگر. آخرو اسم تفضیل است، اصلش آخرو است، بر وزن افعلو. بر وزن افعلو این اسم تفضیل است. ما در گذشته قاعده را گفتیم اگر دو همزه بر بیاید دویمش ساکن باشد، با موافق حرکت ما قبل قلب می شود. در اینجا همزه یکم فتحه بود، همزه دویم ساکن، همزه دویم رو الف کردیم شد آخرو. اصلش چی است؟ آخرو. ما شما میدونیم که اسم تفضیل ممنوع من الصرف است. آخرو یعنی دیگر. آخرو یعنی دیگر.
اخرى، این اخرى همین دیگر است، این آخر مذکر است، اخرى مؤنث است. و مثلا افضلو یعنی مرد خوب، فضلا زنی خوب. اینجا هم به مثل همون است، آخرو شد یعنی دیگر، اخرى بر وزن فعلا یعنی دیگر، اینش مؤنث است. عند ذالک یعنی در نزد وی، یا ترجمه پس میگیم عند ذالک در آن وقت. این را دو ترجمه کردن ممکن است. عند ذالک در نزد وی، ذالک اسم اشاره برای بعید، عند برای ظرفیت یعنی نزدی، یا عند ذالک در آن وقت، در آن وقت. بعد از این میگه الدنیا بردون، دنیا خنک است. الدنیا بردون یعنی که دنیا، عالم، جهان خنک است. پس این هست کلمه های نوی این درس. الدنیا مبتدا است و بردون خبر است. در اینجا جمله اسمیه است، مبتدا و خبر هست. این هست کلمه های نوی درس 29. این کلمه ها اولا باید حفظ کرده شود. بعد از اون حفظ کردید پس بگذارید به حوار، به گفتگوی درس 29. صاحب کتاب از این کلمه ها و از کلمه های درس های گذشته برای ما و شما حوار گفتگوی تقدیم میکنند. میگوید که الی این تذهبون، یعنی به کجا میروید شما مردها؟ الی این تذهبون، به کجا میروید؟ به سوی کجا میروید شما مردها؟ پس تذهبون فعل مضارع مخاطب جمع مذکر است. این واوی که میبینید واو ضمیر جمع مذکر هست و نونی که در آخرش میبینید نون عوض عن رفع است. یعنی که تذهبون پس میگوید نون رفع است، پس میگوید فعل مضارع مرفوع علامت رفع ثبوت نون و واو در محل رفع فاعل تذهبو است. جواب میتید میگه نريد ان نذهب الى المدینه، میخواهیم که برویم به سوی شهر. نریدو یعنی میخواهیم ما، فاعلش ضمیر مستتر تقدیر نحن، میخواهیم ما. ان نذهب الى المدینه این که برویم به سوی مدینه، به سوی شهر. ان ناصبه است، نذهبه اصل نذهبو بود، ان که در آمد آخرش منصوب کرد شد نذهبه. الى المدینه جار و مجرور. ان نذهبه به تعویل مصدر است، یعنی نريد ذهاب المدرسه، ذهاب نريد الذهاب الى المدینه، میخواهیم رفتن به سوی شهر. دقت دادید؟ نريد الذهاب، ذهاب را چکار میکنیم؟ منصوب میخونیم به خاطر اینه که نريد فعل متعدی است، مفعول به طلب میکند. پس میگیم ان نذهب به تعویل مصدر مفعول به نريد، چطوره که مصدرش رو با تعویل مصدر رو بیان کردیم، الذهاب یعنی رفتن. بعد از این میگوید هذه السیاره لا تذهب الى المدینه فلا ترکبوها بل انزلوا منها وارکبوا سیاره اخرى. میگوید که این ماشین نمی رود به سوی شهر، پس سوار نشوید ماشین را، سوار نشوید شما مردها ماشین را، بلکه بفرایید از این ماشین و سوار شوید ماشین دیگر را. دقت دادید؟ هذه سیارتو، هذه مبتدا از سیارتو بدل از هذه. لا تذهبو اینجا لای ناهیه نیست، لای چی است؟ لای نافیه است. از این حساب آخرش جزم نکرد. اگر بگه لا تذهب پس میشه نرو. اینجا نرو معنی طوری نمیگیره، اینجا باید بگیم که نمیرود. نرو از نمیرود فرق دارد. اگر بگیم نرو لای ناهیه میشد، آخرش باید جزم کنیم بگیم لا تذهب. اما اینجا در لای نافیه است، یعنی که نمیرود. نمیرود پس میشه لا تذهبو، یعنی نمیرود. نمیرود فاعل تذهبو ضمیر مضارع تقدیر هی است، یعنی سیاره، برمیگردد به ماشین، به سیاره. یعنی نمیرود ماشین الى المدینه به سوی شهر، جار و مجرور المدینه. فلا ترکبوها لای چی است؟ اینجا در لای ناهیه است، اینجا در لای ناهیه است. ترکبو فعل مضارع است، مجزوم است بلای ناهیه، علامت جزمش چی است؟
علامت جزمش حذف حرف نون است. اصلش ترکبو نبود، نون حذف کردیم. برای چی؟ به خاطر اینکه لا نون از بین برد، علامت جزم. پس سوار نشوید شما. به اینجا میگیم سوار نشوید، نمیگیم سوار نمیشوید، میگیم سوار نشوید، باز میداریم، منع میکنیم. فلا ترکبوها، پس سوار نشوید شما. ترکبو فعل مضارع است، فعل مضارع مرفوع. فلا ترکبو فعل مضارع مجزوم و علامت جزمه حذف حرف نون میگید. این واوی که میبینید واو ضمیر جمع مذکر است، این فاعل است در محل رفع. ضمیر متصل مبنی علی السکون فی محل رفع میگید فاعل. ها چی است؟ ضمیر متصل مبنی علی السکون فی محل نصب مفعول به است. این ها برمیگردد به سیاره. سیاره یعنی ماشین. سیاره که مؤنث است، ها را مؤنث آورد. پس میگه فلا ترکبوها، پس سوار نشوید شما ماشین را. بل انزلوا، بل اضراب، بلکه انزلوا. وقتی که ما پیوست میکنیم الحمزه در همزه وصلیه در درج کلام که هست می افتد. بلین میگیم، نمیگه بل انزلوا. این حرکت لام در پایانش میبینید بلین، این حرکت عارضی است. میگه بل انزلوا، بلکه بفروید شما، منها از این ماشین. ها ضمیر با برمیگرده به سیاره. بل انزلوا، انزلوا فعل امر است. فاعلش در کجاست؟ این واو ضمیر جمع مذکر، واو ضمیر جمع مذکر فاعل انزلوا است. بفروید شما مردها، منها از این ماشین. ورکبو، در اینجا حمزه را نمیخونیم برای درج کلام. ورکبو و سوار شوید فعل امر است و این واو در محل رفع فاعل ارکبو است. سیارتن ماشین مفعول به است. اخرى صفت ماشین است. سیارتن مؤنث که است، از این حساب گفت اخرى یعنی دیگر. نگفت که آخر که میگو مذکر میشید. اخرى مؤنث است، چطوری که در کلمه های نوی همین درس بیانش کردیم. میگه هذه السیاره لا تذهب الى المدینه فلا ترکبوها بل انزلوا منها وارکبوا سیاره اخرى. این ماشین نمی رود به سوی شهر، پس سوار نشوید شما ماشین را، بلکه بفروید از این ماشین و سوار شوید ماشین دیگر را. بعد از این میگوید یا تلمیذتو خذی الممسحه، پس درجه میگیم خذی الممسحه وامسحی اللوحه بها ثم اكتبی علیه هذه الكلمات العربیه ثم اشرحی لنا معانیها. دقت دادید؟ پس ببینید میگه که یا تلمیذتو، ای طلبه دختر، خذی الممسحه یعنی بگیر، خذی الممسحه بگیر ممسحه را، آلت شکیدن را. مسحه یمسحو، ممسحه اسم آلت می شود. پس در اینجا ممسحه را میتونیم ما بگوییم که لته دستکشکی. بگیر لته دستکشکی را. وامسحی اللوحه و بشک و پاک کن. امسح به معنای بشک پاک کن می شود. و پاک کن دستکه را. بیها با همین ممسحتون مؤنث که است، ها ضمیر مؤنث آورد. ثم اکتبی علیه، پس بنویس تو بر بالای وی. علیه هی ضمیر به لوح برمیگردد یعنی دستکه. پس بنویس تو بر بالای دستکه هذه الکلمات العربیه، این کلمه های عربی را. ثم اشرحی، بعد شرح بده شاگرد دختر، لنا برای ما، معانیها معناهایش را. معناهایش را. اینها ضمیر است به الکلمات، برمیگردد به الکلمات یعنی معانی الکلماتی یعنی معناهای کلمه ها را. اکنون یا حرف ندا است. تلمیذتو منادا است. اسم مفرد که بود از این حساب مبنی علی الضم فی محل نصب شد. یا تلمیذتو میگیم، تنوین دادن جایز نیست در که مبنی است. خود الممسحه، خود فعل امر است. این یایی که میبینید این یای ضمیر مخاطبه مؤنث است، این فاعل است. خود فعل امر فاعلش همین یا است و الممسحه این مفعول به است. خود الممسحه وامسحی واو عاطفه است، یا میتونیم عطف جمله بر جمله، یا که میتونیم بگیم واو استئنافیه. وامسحی و بشک، امسحی بشک
این فعل امر است، همچنین یا فاعلش است، فعل به فاعل نمی شود، پس یا فاعلی فعل امر هست. امسحی بشک تو زن. اللوحه مفعول به است، از این حساب منصوب است. اللوحه بها جار و مجرور متعلق به امسح. ثم پس حرفی عطف است، همچنین حرفی عطف است. پس میگوید اکتبی، اکتبی یعنی بنویس تو زن. ثم اکتبی همزه را نمیخونیم به خاطر در درج کلام است. ثم اکتبی این یا فاعل اکتب است، بنویس تو زن. علیه جار و مجرور متعلق به اکتب. هذه مفعول به اکتب، اکتب فعل متعدی است، مفعول به طلب میکند. پس هذه ضمیری اسم اشاره، هذه اسم اشاره مفرد مؤنث در محل نصب میگوید مفعول به. الکلماتی بدل از هذه است. العربیت صفت برای کلمات است. دقت دادید؟ الکلماتی جمع مؤنث سالم است. جمع مؤنث سالم حالت نصبش به کسره می شود، کلماتی. العربیت صفتش، صفت کلمات، کلمات در حالت نصب که است العربیت، آخرش را برای همین خاطر منصوب می خوانیم. ثم اشرحی، ثم حرف عطف، اشرحی ثمش همزه وصل است، در درج کلام نمی خوانیم. ثم اشرحی شرح بده تو، این یا فاعل است. لنا جار و مجرور به متعلق به اشرحی. معانیه مفعول به است. ما در بالا در کلمات نو گفتیم که معانین معناها یا دارد، گفتیم یا حذف شدگی است. اینجا در به سبب حالت نصب آمد، بعدش مضاف الیه، از این حساب یا برگشت. دیدید معانیه، این یا همون که معانین گفتیم یا دارد حذف شدگی است، این یا حذف شدگی است. معانیه ها معناهایش را. معانیه مفعول به منصوب و علامت نصب الفتحه الظاهره. معانیه مضاف، ها ضمیر متصل مبنی علی سکون فی محل جر مضاف الیه. دقت دادید؟ میگه که یا تلمیذتو خذ الممسحه وامسح اللوح بها ثم اكتبي عليه هذه الكلمات العربية ثم اشرحي لنا معانيها. ای شاگرد دختر بگیر لطه پاک کنک را و بشک و پاک کن داسکه را به همون لطه بیها به همون ممسحه. ثم اکتبی پس بنویس بر داسکه این کلمه های عربی را، پس شرح بده برای ما معناهایش را. بعد از این میگوید الدنیا بردون الیوم. پس در حالت گذشته میخونیم که الدنیا بردون الیوم لا تفتح النوافذ ولا تفتح الابواب. دقت دادید؟ میگه که الدنیا بردون الیوم، یعنی که دنیا خنک است امروز. الدنیا بردون الیوم، دنیا خنک است امروز. لا تفتحوا النوافذ، لا تفتحوا النوافذ، پس نکشوید تریزه ها را. ولا تفتحوا الابواب، و نکشوید درها را. الدنیا مبتدا است و بردون خبر هست. الیوم ظرف است، از این حساب منصوب است. لای ناهیه است. تفتحو اصل تفتحو نبود، این لای ناهیه و نون را از بین برد، مجزوم است. تفتحو میگه فعل مضارع مجزوم به حذف حرف نون. و فاعل تفتحو این واو است، ضمیر جمع مذکر. النوافذ مفعول به تفتحو است. ولا واو عاطفه، لای ناهیه همچنین باز. تفتحو باز فعل مضارع مجزوم بالله و علامت جزمه حذف حرف نون، و این واو در محل رفع فاعل است و الابواب مفعول بهش است. دقت دادید؟ الدنیا بردون، دنیا خنک است. لا تفتح النوافذ، الدنیا بردون الیوم لا تفتح النوافذ ولا تفتح الابواب. دنیا خنک است امروز، نکشوید تریزه ها را و نکشوید درها را. بعد از این میگوید که من فتح الباب، یعنی کی کشاد در را. من استفهامیه در محل رفع میگوید مبتدا است و فتح الباب جمله فعلی خبر من می شود، خبر مبتدا. فتح فعل ماضی
فاعله ضمیر مستتر تقدیر هو برمیگردد به من استفهامیه. من کی کشاد؟ فتح فعل ماضی فاعل ضمیر مستتر تقدیر هو الباب مفعول به. من فتح الباب کی کشاد؟ در را. بعد میگوید من لبس بدلتی، یعنی کی پوشید لباس مخصوص من را؟ کی پوشید؟ میتونه بگیم شیمو کستوم من را. من استفهامیه مبنی علی السکون فی محل رفع مبتدا میگید. لبس فعل ماضی فاعله ضمیر مستتر تقدیره هو بدلتی مفعول به منصوب و علامت نصب الفتحة المقدره منع من ظهورها اشتغال المحل به حرکت المناسبه، زیرا که یا ما قبل خودش کسرت طلب میکند. اگر همین یا نمیشد بدلته میخوندیم به خاطر اینکه مفعول به است. دقت دادید؟ پس میگیم بدله مضاف یا ضمیر متکلم فی محل مبنی علی السکون فی محل جر مضاف الیه. لبس بدلتی پوشید لباس من را. پس جمله فعلی خبری من استفهامی که مبتدا است، این جمله فعلی خبری من می شود. در اینجا خبر غیری مفرد است، یعنی جمله فعلی است. بعد از این میگوید که من یشرح منکم لی درس الیومی، یعنی که کی شرح میتید یکی از شما برای من درس امروز را. دقت دادید؟ من یشرحو کی شرح میتید؟ من استفهامیه مبنی علی السکون فی محل رفع مبتدا. یشرحو فعل مضارع مرفوع علامت رفع الضمه الظاهره لتجرد یعنی النواصب والجوازم. منکم جار و مجرور متعلق به یشرحو، لی جار و مجرور متعلق همچنین میتونیم بگیم به یشرحو. درس در اینجا به خاطر چی منصوب شد؟ به خاطر آنه که مفعول به است. پس یشرحو را فاعلش هو است و درس مفعول به یشرحو است. درس مضاف است و الیومی مضاف الیه است، برای خاطر مجرور است. من یشرح منکم لی درس الیومی، یعنی کی شرح میتید یکی از شما برای من درس امروزه را. بعد از این میگوید یا ولدو لا تلعب فی الحجرتی، یعنی ای جوان پسر، یا ولدو ای جوان پسر، ای پسر بازی نکن در حجره. یا ندا، ولدو منادا، اسم مفرد که بود مبنی علی الضم فی محل نصب. لا تلعب، لا ناهیه، تلعب فعل مضارع مجزوم بلا ناهیه، ببینید آخرش رو جزم کرد، لا ناهیه است. لا تلعب بازی نکن، فاعل و ضمیر مستتر تقدیر انت بازی نکن تو، ولد رو گفته سوده است، بچه رو، پسر رو. فی الحجرتی در حجره جار و مجرور متعلق به تلعب. پس میگید یا ولدو لا تلعب فی الحجرتی، ای پسر بازی نکن در حجره. بعد از این میگوید یا اولادو لا تلعبو فی الحجرتی، ای فرزندان بازی نکنید در حجره. یا که اولاد رو میتونید ای پسرها بگیم، یا اولادو ای پسرها بازی نکنید در حجره، زیرا که ولد میشید فرزند یا ولد میشید پسر. پس یا اولادو، یا حرف ندا اولادو اسم مفرد که است مبنی علی الضم فی محل نصب منادا است. اسم مفرد که بود برام خاطر مبنی علی الضم شد. یا اولادو تنوین دادن جایز نیست، مبنی است. این لا تلعبو بازی نکنید، لا ناهیه است. تلعبو اصل تلعبو نبود، نون عوض رفع در اینجا حذف شد، لا از بین بردش. لا تلعبو بازی نکنید، تلعبو را فاعلش چی است؟ این همین واو است، واو فاعل تلعبو است. فی الحجرتی جار و مجرور متعلق به تلعبو. یا اولادو لا تلعبو فی الحجرتی، ای پسرها بازی نکنید در حجره. بعد از این میگوید یا بنتو لا تلعبی فی الحجرتی بل خروجی الی الساحه والعبی فیها، یعنی که ای دختر بازی نکن در حجره بلکه بیرون بشو به سوی ساحه حولی و بازی بکن در آنجا. ببینید یا بنتو، یا حرف ندا، بنتو منادا، اسم مفرد که بود مبنی علی الضم فی محل نصب. لا ناهیه است. تلعبی اصل تلعبی نبود، نون داشت، الا نون را از بین برد. پس میگن تلعبی فعل مضارع مجزوم بلا ناهیه و علامت جزمی حذف نون از بین برد. و این یایی که میبینید این فاعلش است. تلعبی فعل مضارع مخاطب
مفرد مؤنث، این یا مخاطبه مؤنث، این فاعل تلعب هست، بازی نکن تو زن، این همین یا تو زن. فی الحجرة در حجره، جار و مجرور متعلق به تلعب. بل خروجی، بل حرف اضراب، اخروجی فعل امر، این لام داده تای بلی کسره که میده، کسره عارضی است. بل خروجی، بلکه بیرون بشو تو زن، این یا مفرد مؤنث، بیرون بشو تو زن، این یا همچنین فاعل اخروج، بیرون بشو، فاعلش همین یا است. الى الساحتی، بسوی حولی، ساحتی اسم مجرور متعلق به اخروج. ولعبی، واوی عاطفه، العب، در اینجا همزه وصلیه را نخونده به خاطر اونه که در درج کلام است، میگیم ولعبی فیها، بازی کن در آنجا. ها ضمیر به ساحه است، فیها یعنی فی ساحتی، در ساحه حولی. بعد از این میگه یا بناتو لا تلعبن فی الحجرة بل اخرجن الى الساحة ولعبن فیها، یعنی ای دختران بازی نکنید در حجره، بلکه بیرون شوید به سوی ساحه حولی و بازی بکنید در آنجا. یا حرف ندا بناتو اسم مفرد کی بود؟ اسم مفرد در نظر یعنی که یک کلمه بود، مضاف الیه نبود یا شبیه مضاف نبود. اسم مفرد کی بود؟ از این حساب مبنی علی الضم فی محل نصب شد. لا ناهیه است، تلعبن، این نونی که در آخرش میبینید نونی جمع مؤنث است، تلعب نه، بازی نکنید شما، فعل و فاعل. فی الحجرتی جار و مجرور، بل خروجنا، بل حرف اضراب، اخرجنا همزه وصله را نمیخونیم، بل خروج نه، این نون همچنین فاعل اخروج، نون ضمیر جمع مؤنث فاعل اخروج، فعل و فاعل. الى الساحتی، بسوی ساحه حولی، الى الساحتی جار و مجرور. ولعبن فیها، و بازی کنید، در اینجا همزه وصل همچنین نمیخونیم برای در درج کلام است. ولعبن فیها، و بازی بکنید در آنجا. ها ضمیر است به ساحه، ولعبن این نون همچنین ضمیر جمع مؤنث است، بازی کنید شما زنها، شما دخترها. فیها یعنی در ساحه، در ساحه حولی. بعد از این میگه لا تأخذ هذا الكتاب بل خذ کتابا آخر. دقت دادید؟ میگه لا تأخذ هذا الكتاب، یعنی نگیر این کتاب را، بل بگیر، بلکه بگیر کتاب دیگر را، بلکه بگیر کتاب دیگر را. لا ناهیه است، تأخذ فعل مضارع مجزوم به لا ناهیه، آخرش ببینید تأخذ ساکن دارد، برای لا ناهیه آخر فعل تأخذ فعل مضارع جزم کرد. فاعل تأخذ چی است؟ ضمیر مستتر تقدیر انت، لا تأخذ انت یعنی نگیر تو. هذا اسم اشاره مبنی علی السکون فی محل نصب مفعول به. اخذ یاخذ فعل متعدی است، فاعلش انت است و هذا در محل نصب مفعول به است. پس میگید الکتابه چی است؟ الکتابه بدل از هذا است. از این حساب ببینید الکتابه یعنی در جای مفعول به است، ببینید با منصوب است. بل حرف اضراب مبنی علی السکون لا محل. خذ فعل امر، خذ بگیر فعل امر، فاعله ضمیر مستتر تقدیر انت یعنی بگیر تو، جا فاعلش انت است. کتابن چی است؟ کتابن مفعول به خذ است. خذ یعنی بگیر، چی را بگیرد؟ کتاب را، کتاب مفعول به است. آخره چی است در اعراب؟ آخره صفت کتاب است. کتاب مذکر کی بود، از این حساب آخره مذکر آورد، اخرى مؤنث را نه آورد، آخره مذکر را آورد. لا تأخذ هذا الكتاب بل خذ کتابا آخره، یعنی نگیر این کتاب را بلکه بگیر کتاب دیگر را، کتاب دیگری را. کتابا این نکره است، از این حساب این کتاب دیگری را. بعد از این میگه اتريد هذه المجله، یعنی آیا تو میخواهی این ژورنال را، این مجله را؟ همزه استفهام تريدو فعل مضارع مرفوع لتجرد عن النواصب والجوازم و علامت نصب الضمه الظاهره، فاعل و ضمیر مستتر تقدیر انت، اتريد انت، آیا میخواهی تو. هذه اسم اشاره مبنی علی الکسر فی محل نصب مفعول به. تريد اراد یریدو، این چی است؟ فعل متعدی است. هذه در محل نصب مفعول به تريد می شود. المجله بدل از هذه می شود. مجله همچنین صفت از هذه هم بگیم می شود، این طور هم جایز هست.
پس از این میگه اترید هذه المجله، یعنی آیا میخوای این ژورنال رو یا مجله رو بهتر و خوبتر و افضلتر بدل میگیری. بعد از اسم اشاره اسم معرف به ال اون بدل میشود. پس تریدو از اراده یریدو از باب هفتم است، از باب اکرم یکرمو اصلی بابش. بعد از این میگه لا، لا حرف نفی، میگه نه بل اريد مجله اخرى، بلکه میگه میخواهم مجله دیگری رو. بل حرف اضراب، اريد فعل مضارع متکلم فاعل و ضمیر مستتر انا، مجله مفعول به، اخرى صفت مجله. درجه اخرى را برید مؤنث آورد. برای چی؟ به خاطر که مجله مؤنث است، مجلتن مؤنث که است، اخرى صفتش است مؤنث است. بعد از این میگه اهذا معلمکم، یعنی آیا این معلم شما هست؟ حرف استفهام، هذا اسم اشاره مبتدا، معلمکم خبر، معلمو خبر، مضاف کم در محل جر مضاف الیه. اهذا معلمکم، آیا این معلم شما است؟ میگه لا، نه حرف نفی. بل معلمنا رجل آخر، بلکه میگه معلم ما مردی دیگری است، بلکه معلم ما مردی دیگری است. بل حرف اضراب مبنی علی السکون لا محل، معلمو مبتدا است، معلمو مضاف نا در محل جر مضاف الیه، رجل خبر معلم هست، مبتدا را خبرش است. و آخرو چی است؟ آخرو صفت رجل است. رجل ببینید مذکر است، آخرو را مذکر آورد، اخرى به مثل این مؤنث نه آوردش، زیرا که رجل مذکر است. پس آخرو را مذکر آورد صفت. رجلون تنوین را قبول میکند، آخرو قبول نمیکند، ممنوع من الصرف است. بعد از این میگه هل كنت قرب السياره عندما نزل منها الاستاذ، یعنی آیا بودی در نزد ماشین زمانی که فرامد از وی استاذ، وقتی که فرامد از وی استاذ. دقت دادید؟ هل كنت، هل حرف استفهام لا محل مبنی علی السکون لا محل. کنت چی است؟ کنت فعل مضارع، فعل ماضی از اخوات کان است، خودی کان است، افعال ناقصه. کنت، این تا ضمیر متصل مبنی علی الفتح فی محل رفع میگید اسمی کان، اسمی کان مرفوع است. قربه، قربه چی است؟ قربه یعنی نزدیکی، نزدیکی، این ظرف است. قرب السیارتی، قرب السیارتی، قربه مضاف از سیارتی مضاف. عندما همچنین ظرف است. اصلا گفتم که عند ما مصدری است. وقت الذی یا فی وقت الذی، در وقتی که عندما یعنی در وقتی که نزل منها فرامد از وی، نزل منها فرامد از وی الاستاذ، استاذ. نزل فعل ماضی است، استاذ فاعل نزله است، استاذو برام خاطر مرفوعش میخونیم. هل كنت قرب السیارتی، آیا در نزد ماشین بودی؟ پس قرب السیارتی خبر کنت میشود، متعلقش هل كنت قرب السیارتی، هل كنت کائنن، کائنن خبر چی شد؟ کنت، کانه را خبرش شد. عندما ظرف است، نزل منها الاستاذ. نعم جواب میتید که بله، حرف جواب. كنت قربها عند ذلك و نزل معه منها رجل آخر، میگوید که بودم نزدیکی ویده ها، ضمیر به سیاره برمیگردد، ماشین. بودم در نزدیکی ماشین عند ذلك همان وقت یا در آن وقت، و نزل معه و فرامد همراه وی، یعنی همراه استاد. هو ضمیر برمیگرده به استاد، استاد مذکر که است، معه ضمیر مذکر آوردیم. منها از وی، ها ضمیر به سیاره برمیگردد، منها من السیارتی، رجل آخر مرد دیگری. پس کنتو اینجا کانه با اسمش است، قربها متعلقش کائنن خبر کنتو است، انده ظرف است، ذالک مضاف الیه است، واو عاطفه است، نزل فعل ماضی است، معه، مع این ظرف است، مع مضاف، هو مضاف الیه، منها جار مجرور متعلق به نزله، رجل فاعل نزله است، از این حساب مرفوعش میخونیم. نزل رجل فرامد مرده، آخرو صفتی رجلون هست. چطور گفتیم؟ رجلون
ممنوع من الصرف که نیست تنوین رو قبول میکند، آخرو تنوین رو قبول نمیکند. چرا؟ زیرا اینکه ممنوع من الصرف است. پس این هست درس 29 از کتاب تعلیم زبان عربی. پس این درس رو در اینجا به پایان میرسانم و یک شما رو به الله تبارک و تعالی مسپارم. هر کجایی که باشید سلامت و موفق و مؤید باشید. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.